خیلی سال پیش من توی پیتزا فروشی کار میکردم. یه شب یه سفارشی رو میبردم تحویل بدم. میتونم بگم که اون شب طولانی ترین شبی بود که توی مدت کارم تو پیتزا فروشی داشتم. سفارشی که باید تحویل میدادم 20 دقیقه از جایی که کار میکردم فاصله داشت و خب این زمان معمولی بود. و اینکه اونا 4 تا پیتزای بزرگ سفارش داده بودن. به نظر میرسید که اونا یه پارتی رو انداخته بودن. با خودم گفتم از اونجایی که دارم سفارش رو به یه پارتی میبرم، پس حتما الان کلوفتی هم گیرم میاد. با وجود اینکه رانندگی تو شب توی جاده گلی خیلی رو مخه. من رسیدم به آدرسی که بهم داده بودن. اونجا یه خونه مخروبه قدیمی بود وسط جنگل. هیچ ماشینی هم دور و برش پارک نبود، یا حتی چراغی هم روشن نبود. من ماشین رو پارک کردم و به رئیسم زنگ زدم. ازش خواستم که آدرس رو 3 بار برام بخونه تا مطمئن شم جای درستی اومدم. از طرفی رئیسم هم روی مود خوبی نبود و بهم گفت فقط برو جلو و در بزن. مطمئن بودم که حتی اگه یه پیتزا رو برگردونم عصبانی میشه، چه برسه به 4 تا پیتزای بزرگ. خیلی عصبی شده بودم، ولی با این حال مجبور شدم برم جلو و در خونه رو بزنم. هیچ زنگ دری نبود. مجبور شدم در رو محکم بزنم، اما هیچ صدایی از داخل نمیومد. خیلی ناامید و عصبی شده بودم. نه اینکه چرا کسی داخل نبود، از اینکه کلی وقت گذاشتم و اومدم. اما باز با ناامیدی یه بار دیگه در زدم که یهو یک سری صدا شنیدم از داخل. بلند داد زدم که من یک پیک پیتزام، سفارشتون آوردم. اما همه جا ساکت بود و هیچ صدایی نمیومد. یه مقدار استرس گرفتم و کمی ترسیدم. اما قبل از اینکه رومو برگردونم و برم سمت ماشین، متوجه چیزی پشت پنجره شدم. یه نفر داشت منو نگاه میکرد. نمیتونستم متوجه بشم که کسی که داشت نگاهم میکرد مرد بود یا زن بود. فقط میتونستم چشماشو ببینم. چشماش از چیزی که فکر میکردم بازتر بود و بزرگتر. بهم خیره شده بود. اونقدر استرس گرفتم که پیتزا هات دستم افتاد و دویدم سمت ماشین. ماشین لعنتی 3 بار طول کشید تا استارت بخوره. سریع از داخل خاک و چمن و گل گرفتم و افتادم تو جاده خاکی. یه چیزی درست نبود. من اونقدر از اون ساختمون فاصله نگرفته بودم که یهو یه صدای گوش خراشی از بیرون اومد. اونقدر ماشین مقاومت میکرد که نمیتونستم رانندگی کنم. یهو ماشین وایستاد. از ماشین بیرون اومدم که ببینم چه اتفاقی افتاده. لرز تمام بدنمو گرفته بود و قلبم داشت از سینه در میومد. پیاده شدم و دیدم که لاستیک‌ها پاره شدن. هر 4 تا لاستیک پاره شده بودن. حدس زدم که وقتی داشتم در خونه رو می‌زدم یک کسی لاستیک‌ها رو پاره کرده. به جای فرار کردن رفتم داخل ماشین و درها رو قفل کردم. اونقدر به اون خونه نزدیک بودم که حتی میتونستم کل ساختمون رو ببینم. به پلیس زنگ زدم و همه چیز رو بهشون گفتم. بهم گفتن که در سریع‌ترین حالت خودشون رو به من میرسونن. از پلیس پرسیدم که بهتره فرار کنم یا اینکه داخل ماشین بمونم. اونا بهم گفتن بهتره تو ماشین بمونم و درها رو قفل کنم. بهم گفتن که در تماس باهاشون بمونم تا پلیسا برسن. از ترس کل بدنم داشت میلرزید. هر طرف رو نگاه می‌کردم چیزی جز تاریکی نمی‌دیدم. قسمت وحشتناک ماجرا جاییه که من حتی تا امروز ترس تو وجودم میندازه و امیدوارم که هیچ کسی چنین حس ترسی رو که من تجربه کردم و تجربه نکنه. وقتی که داشتم تمام پنجره ها رو چک میکردم که کسی بیرون نباشه، از داخل آینه ماشین دوباره اون فرد رو که پشت پنجره دیده بودم رو دیدم. اما این دفعه چشماش بازتر بود. حالا میتونستم تشخیص بدم که اون زن بود. حتی صورتش هم میتونستم ببینم که لبخند بزرگی رو صورتش بود. خیلی ترسناک بود. سریع از ماشین پیاده شدم و دویدم داخل جنگل. تا جایی که میتونستم دویدم که نفسم برید و از حال داشتم میرفتم که یهو خوردم به یه تنه درخت رو زمین افتادم. سعی کردم با دستم جلوی نفس کشیدن بلندم رو بگیرم و مدتی اونجا منتظر بودم که یهو صدای آژیر پلیس رو از دورترها شنیدم. هرچی انرژی داشتم و جمع کردم و برگشتم سمت اون جاده خاکی. خدا رو شکر تونستم چراغای آبی و قرمز پلیس رو ببینم. هیچ وقت اینقدر احساس خوشحالی نمی‌کردم. اونا دور ماشین و اطراف رو با چراغ قوه بررسی کردن. منم مثل دیوونه‌ها داد می‌زدم کمکم کنی. اونقدر دویده بودم که از حال رفتم و رو زمین افتادم. اونا منو بلند کردن و شروع کردن به سوال پرسیدن. منم تمام چیزی که برام اتفاق افتاده بود و براشون توضیح دادم. 2 تا از مامورا با ماشینشون رفتن سمت اون خونه و اونجا رو بررسی کردن. ما برگشتن و هیچ چیز عجیبی اونجا نبود جز یه سری وسایل تیز مانند. این وسایل میتونستن دقیقاً همون وسایلی باشن که لاستیک منو پاره کرده بودن. پلیسا گفتن که شاید یه زوج دیوونه میخواستن سر به سرم بذارن. اما من فقط اون زن رو دیدم. بعد از این همه مدت هیچ نشونه‌ای ازشون پیدا نشده و حتی تا امروز فکرمو مشغول میکنه. بعد از اون شب از کارم استفاده دادم و الان داخل سوپرمارکت کار میکنم.